دنیای جوراسیک تولد دوباره. آیا ارزش دیدن داره یا نه؟ بریم ببینیم. The theme park owners did experimental work. Maybe only the worst ones here. جوراسیک ورلد ریبرث یا دنیای جوراسیک تولد دوباره محصول سال 2025 فیلم اکشن و علمی تخیلی یا سای فای که جدید اومده، ادامه پارک جوراسیک ها یه قدیمیه، یه فیلمیه که گیشه پسند بوده دیگه، در واقع خیلی گیشه فروخته و حالا میخوایم بهتون بگیم که آره ارزش دیدن داره یا نه. خب بگو ببینم. من یه سری توضیحاتی بگم بهتون. اول اینکه خب وقتی اسم جوراسیک پارک میاد ما میریم به 10-20 سال قبل، اون تایمی که حالا سنمون کم بود، آقا میدیدیم این ور اون ور میذاشت تلویزیون این طرف اون طرف، به دلیل اینکه یک خاطره است برامون و یه چیزیه مثل این که تو بچگی حالا فیلمایی که میدیدیم اینم تو همون تایمه و همون یاداوری‌ها رو برامون داره و خب از این نظر اگه بخواید ببینید خوبه، یعنی حالا یک یاد خاطره ای میشه ولی خب هیچ چیز جدیدی اضافه نکردن، یعنی بحث داستان و روایت و اینها تغییر خاصی نکرده و حتی تو بحث انیمیشنش، تو بحث جلوه‌ای ویژه‌اش در حد همون جوراسیک قدیمی هست، به خاطر اینکه میخواستن چی بهش میگن اون نوستالژی بودنه رو حفظ کنن به این دلیل. و میگم صرفا اگه حالا میخواید یاد خاطره اون فیلم براتون زنده بشه ببینیدش، چون موسیقیش هم دوباره تکرار شده و زیباست و حالا به هر حال میتونید لذت ببرید. دقیقاً محمد علی کاملا درست گفت و حس نوستالژی اگر میخواین برین این فیلمو ببینید، در غیر این صورت به نظر من ارزش دیدن نداره. اگر طرفدار جوراسیک پارک ها نیستید و اولین مواجهتونه، اصلا فیلم خوبی نیست برای اولین مواجهه به نظرم. آره گرچه البته اونقدر بد نیست. آره من حالا تو ذهنم بوده کاش قدیمی ها رو درست دیده بودم و اون حسه بهتر برقرار میشد، ولی خب یادمون رفته دیگه همه. آره کلا چیز به قول معروف یه خاطره اومده زنده کنه و یه فروشی بره این فیلم. حالا نقش اولم اسکارلت جوانسون بازی میکنه که خب بازیگر خیلی معروفیه، ولی به نظرم حتی اگر فن ایشون هستین هم این فیلم نمیارزه برید ببینید، چون اصلا بازیش خیلی تاثیرگذار نبود توی این فیلم و اسکارلت هم دیگه داره پیر میشه. آره اون اسکارلتی که میشناسیم نبوده که مثلا توی فیلم‌های آیرن من یا فیلم‌های مارول بازی میکرد. ولی خب فیلمیه که تفریحی باحاله به نظرم، یعنی بشینی ببینی و ریتم یه فیلم غذا درست کردی، خب یه غذا درست کردی میخوای یه فیلمی بذاری بذار ببین اوکیه. البته بازم فیلمایی بهتر هست اون موقع هم ببینی ها، یعنی اگه فن مثلا دایناسوران، میدونی دایناسور خیلی دوست دارن یا عشق این چیزان و عشق فیلم ماجراجویی که یکم روندش همچین کنده آروم پیش میره، خیلی شخصیت پردازی مثلا براتون مهم نیست و اینا، حال میده. فیلم 2 ساعت و 13 دقیقه است. حالا میخوایم نمره هاشم دیگه یه باره میگم. توی آپ تیوی که سایت ایرانی 4 از 5 گرفته، آی ام دی بی 59/10 و راتن تومیتوز هم 51% گرفته. توی نظرسنجی گوگل هم 2.7/5 گرفته که خب امتیازهای خوبی نیست واقعا. آپ تیوی کلا فکر کنم هر چی فیلم میاد دستشون رای بالا میدن. خب کاری نداریم. یه کمی از داستانش براتون بگم. ببین اصلا کلا داستان یه فیلمای این شکلی و شما وقتی فیلم شروع میشه دقیقاً میتونی آخرش رو ببینی چی میشه و این فیلم هم همونه. یعنی آقا یه سری دوباره میخوام برن سراغ دایناسورا، یعنی یه تیمی جمع میکنن و میرن، تموم شده رفت، آخرش هم به خوبی و خوشی تموم میشه و حالا این وسط هم یه 4 نفر میمیرن. کلش اینه. حالا اگه میخواید ببینید بعد یه خانواده هم هست اونجا، هیچ تأثیری تو داستان نداره، اینا باشه بگم. آره یه تیکه از فیلم یه سری فکتای قشنگی میگفت، ساعت 1 و 3 دقیقه فیلم چیزای باحالی میگفت. اگه میخواین حالا تو اون 3-4 دقیقه چیزی جالبی بود نه بقیه‌اش. یا میخوای همون 3-4 دقیقه رو چیز میذاره محمد مهدی براتون میذاره. آره میذاره. توی نقد تحلیل و بررسی تیکه‌ایشو گفتیم دیگه، از اون فکتای آورد
آره راستی اصلا ما تحلیل و بررسیشو داریم. بچه‌ها برید ببینید. آره تحلیل بررسیشو چند تا اپیزود قبلی میتونید ببینید، نقدش هم همراهش کردیم ولی خب داستان فیلم در واقع اونجا براتون لو میره، اینجا ما بدون لو دادن داستان گفتیم. این بود از این فیلم. خیلی شاکریم، خیلی خیلی خوشحال شدم دوباره در کنار شما عزیزان بودم. حتما ما رو دنبال بکنید، نظرتون رو بهمون بگید راجع به فیلم‌ها و راجع به این که میگیم آیا ارزش دیدن داره یا نه. به نظرتون اگه نیاز هست بیشتر توضیح بدیم داستان، اگه مشکل ندارید. و اینکه با حمایت شما ما انرژی میگیریم. دمتون گرم. بله امیدوارم خوشتون اومده باشه. خودتون هم میتونید بهمون بگین که این فیلم ارزش دیدن داشت مثلا یا نه به نظرتون. اگه نظر متفاوتی دارین برامون بگید. و تا ویدیو پادکست های بعدی، خدا نگهدار. خدا حافظ.